مردمی و محبوب و دوست داشتنی. شما اگه من می‌دونستم از کجا عکس می‌گرفتی متوجه می‌شدم که سوراخ‌های دماغ من جای جذابی نیست که لنزش رو زوم کرد مثل زبون مگس تا اینجا اومد. عجیب غریبه بعد کاسا من می‌شد این اینجوری و اونجوری. عجیب غریبه اما نمی‌دونم از کجا بگم تفاوت ها زمین‌جاست. عزیزم یک شما نسبتاً خواننده نیستم از من نخواهی براتون فرقی برام نمی‌کنه. حالا که منو تحریک نکن من تا صبحم دیگه اینجا وای میستم براتون ایفای نقش می‌کنم. باشه به من بگید اکویشن سوال موسیقی سبک‌های مختلف داره از جمله کلاسیک، پاپ، جاز، بلوز، راک، رپ. چی بخونم براتون؟ بیا خواهتون نمی‌خوره خیلی با شخصیت‌تر معلوم خیلی مختصرترش می‌کنم. سنتی بخونم یا پاپ؟ سنتی. نزن به خدا اون بود به اهل بخیه ای؟ It was okay همه چیزمون من دارم میگم با همه جا دارم. حالا یه چیز کازم میگفت نگو اما میگفت نگاه کن در ایران دو تا دختر به هم میرسن اولین چیزی که به هم میگن چیه؟ تا سلام میکنن سلام شوهر کردی؟ دو تا بسر به هم میرسن چطوری عمت خوبه؟ داستان‌هایی که شما در این فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینید همش شایعه است، دروغ، کذب محض. گفتم چطور اون دیدی مثلا در قسمتی از یک فیلم نشون میده طرف پسره ساعت 1:30 نصف شب میره لب دریا میشینه، یک ربع بعدش دختری بسیار زیبا و خوش‌هیکل میاد کنارش و میشینن و دل قلبه‌ای میدن و بحث عاشقانه مطرح می‌کنن، با هم ازدواج می‌کنن و میرن واسه خودشون آینده‌ای رو رقم می‌زنن. گفت من ساعت 1 شب رفتم لب دریا 7-8 تا سگ دنبالم افتادن. والا با همینا تو مهمونیاتون معلوم نیست چه کار میکنه بزو نمیره با خواجه امیری به رفضه کرد من بگه برای آخرین بار من بگه بترخون کمر برای آخرین بار تموم میشه بسه بله تأثیرپذیر فیلم های ما روی بچه های ما به گونه دیگریه که دوستی بگفت مثل من که با حسن آقای وکیلی دیشب ساندویچ خوردیم بیرون میگفت ساندویچ خورده بودم حالت مسمومیت بهم دست داده بود جلو پسر 4 سالم اوق زدم گفت بابا حامله ای